بریم کنار. ویبو اومد با یه ویدیو دیگه از ویبو. در خدمت شما عزیزان هستیم. اگه فکر میکنی مدرسه‌ای که رفتی عجیب بوده، باید نومور رو ببینی. تو این ویدیو میخوام 5 لحظه از فصل اول ونزدی رو بگم که باعث شد همه بگن چی جدی؟ تو مدرسه همچین اتفاقایی هم میافته؟ از دعوای عجیب با پسر گرگینه تا رازهای خانوادگی تاریک ونزدی. پس تا آخر این ویدیو با ویبو بمون که لحظه به لحظهش نفس تو میبره. خب ویبوی های عزیز، بریم سراغ لحظه اول. لحظه آزادی پیرانه ها در استخر مدرسه. فصل اول ونزدی با معرفی جسورانه و عجیب خودش شروع میشه. وقتی ونزدی میفهمه گروهی از پسرهای مدرسه عادی برادر کوچیکش یعنی پیگزیلی رو اذیت کردن، تصمیم میگیره جوابشون رو به شیوه خودش بده. ماجرا اینطور شروع میشه که ونزدی با چهره بی احساس و نگاه سرد به استخر پسرانه مدرسه وارد میشه. همه مشغول تمرین و تفریح هستن که او یه شیشه بزرگ پر از ماهی‌های پیرانه رو با خودش میاره. بدون گفتن حتی یک کلمه تهدیدآمیز پیرانه‌ها رو توی آب رها میکنه. وحشتانی جمعیت، فریادها و فرار دست جمعی بچه‌ها همزمان با بی‌تفاوتی کامل ونزدی ترکیبی از شوخ طبیعی سیاه و خشونت تصویری ایجاد میکنه. این صحنه از همون ابتدا به مخاطب میفهمونه که ونزدی قوانین مأمور رو رعایت نمیکنه و قراره راه حل‌های عجیب و ترسناکش رو با خونسردی تموم اجرا کنه. کارگردان با موسیقی خاص و برش‌های سریع حس شوک و طنز سیاه رو کاملا به مخاطب منتقل میکنه. این لحظه برای خیلی‌ها نقطه شروع عشق به شخصیت ونزدی هم شده، چون قدرت، وفاداری به خانواده و بیرحمی طنزآمیزش رو یکجا نشون میده. بریم سراغ لحظه دوم. اما تو لحظه دوم رقص نمادین در جشن مدرسه رو از ونزدی میبینیم. این یکی از مشهورترین صحنه‌های فصل و حتی کل سال 2022 بود که توی تیک تاک خیلی وایرال شد. در مراسم رقص مدرسه نومور، ونزدی با لباس مشکی و آرایش خاصش به شکلی غیر منتظره وسط سالن ظاهر میشه. برخلاف دیگران که حرکات رقص معمولی دارن، ونزدی شروع به رقصیدن با سبک خودش میکنه. حرکاتی خوش، سریع، با حالت بدن عجیب و نگاه مستقیم به جلو. موزیک گو گو ماک از The Cramps در پس زمینه پخش میشه و ترکیب لحن گوتیک با انرژی رقصش حس عجیبی بین ترس و جذابیت ایجاد میکنه. نقطه جالب اینجاست که جینا اورتگا بازیگر ونزدی خودش این رقص رو طراحی کرده. بالا مثل حرکات پانک دهه 80 و رقص گروه‌های مثل سیاکسی سیاکس. بعد از پخش این صحنه در شبکه‌های اجتماعی میلیون‌ها بار بازسازی شد و حتی طرفدارها نسخه با آهنگ بلاد مری لیدی گاگا ساختن که خود گاگا هم توی تیک تاکش اجراش کرد. این صحنه نشون میده ونزدی حتی در محیط‌های اجتماعی هم شخصیت مناسب فردش رو حفظ میکنه و اهمیت نمیده که بقیه چی فکر میکنن. اینم از لحظه دوم. بریم سراغ لحظه سوم. لحظه سوم رویارویی با رون و حمله هاید در قسمت ابتدایی ونزدی در جنگل و در جریان جشن برداشت محصول با رویدادی فوق‌العاده پرتنش روبرو میشه. رون یکی از دانش آموزانی که ابتدا عادی به نظر میرسه اما کم کم نشانه‌هایی از رفتار عجیب نشون میده. او به ونزدی نزدیک میشه و ناگهان قدرت تله کنیزی خودش رو علیه استفاده میکنه. برکات دست ونزدی رو از زمین بلند میکنه و به درخت‌ها پرت میکنه. دلیلش رام باور داره که ونزدی تهدیدی برای آینده مدرسه و حتی تهدیدی برای کل جهان خواهد بود. بر اساس تصویری که از کتاب قدیمی دیده به این نتیجه رسیده. درست وقتی به نظر میرسه ونزدی در حال شکست خوردن، هیولای ناشناخته به نام هاید از تاریکی بیرون میاد. این موجود عظیم و ترسناک به طرز خشونت‌آمیزی راون رو میکشه و فرار میکنه. صحنه پر از تنش، تدوین سریع و افکت‌های ترسناک باعث میشه تماشاگر حس کنه پای راز بزرگتری تو سریال ونزدی در میونه. این لحظه اولین باریه که ونزدی با هاید روبرو میشه بدون اینکه هنوز هویت واقعی این هیولا رو بدونه. بریم سراغ
لحظه چهارم، لحظه خیلی خیلی مهم تو سریال ونزدی. لحظه چهارم، تحول انید به گرگینه. همونطور که انید رو میشناسید، هم اتاقی رنگارنگ و پر انرژی ونزدی در طول فصل مشکل بزرگی داره. برخلاف بقیه خانواده‌اش هنوز نتونسته قدرت گرگینش رو فعال کنه. خودش رو اوتکست ناقص میدونه و از این بابت احساس ضعف میکنه. در شب حمله نهایی هاید، زمانی که ونزدی به کمک نیاز داره، ناگهان لحظه احساسی رخ میده. با دیدن دوستش یا همون ونزدی در خطر، غریزه حیوانی انید بالاخره بیدار میشه. بدنش شروع به تغییر میکنه. پنجه ها و دندان های گرگینه‌ای در میاد و در برابر چشم مخاطب به یک گرگ کامل تبدیل میشه. صحنه نبرد انید و هاید با حرکات سریع و قدرت فیزیکی بالا نقطه اوج رشد شخصیتی اونه. این لحظه همزمان با یک پیروزی شخصی برای انیده، چون بالاخره قدرتش رو پیدا کرده، و یک حرکت قهرمانانه چون جان دوستش رو نجات میده. رابطه دوستی بین او و ونزدی در این صحنه به زیباترین شکل ممکن نمایش داده میشه. بریم سراغ لحظه آخر، لحظه خیلی خیلی مهم، یا شاید بگم مهمترین لحظه تو سریال ونزدی فصل اول. مهمترین لحظه سریال ونزدی افشای هویت واقعی خانم ترونیل یا همون قاتله. در قسمت پایانی ونزدی بالاخره راز پشت پرده همه حوادث رو کشف میکنه. خانم ترونیل، معلم مهربان و خوشبرخورد گیاهشناسی، در حقیقت همون لورال گیتسه، عضوی از خانواده‌ای که دشمنی قدیمی با اوتکستا داره. او با استفاده از مجنون‌ها و توطئه‌های پیچیده سعی کرده هیولای هاید رو کنترل کنه تا قربانیان بیشتری بگیره. هدف نهایی خانم ترونیل از این کار چیه؟ اجرای یک مراسم احیای جادویی برای بازگرداندن جوزف کراکستون، رهبر افراطی و شکارچی جادوگرها که قرن‌ها پیش کشته شده بوده. صحنه فینال پر از اکشن و تعلیقه. ونزدی و دوستاش در آخرین لحظه جلوی اجرای کامل مراسم رو میگیرن. این افشاگری نه تنها همه حوادث قبل رو به هم وصل میکنه، بلکه به فصل یک پایان دراماتیک و رضایت بخش میده. خب اینم از 5 لحظه‌ای که باعث شد ونزدی به یکی از پربیننده‌ترین سریال‌های نتفلیکس تبدیل بشه. این تازه فصل اولش بود. تو بهم بگو تو این 5 لحظه‌ای که بهت روایت کردم کدوم صحنه بیشتر شوکه کننده بود؟ توی کامنت ها حتما این مورد رو بهم بگو. و اگه هنوز فصل دوم سریال ونزدی رو ندیدی آماده باش، چون قراره تو فصل دوم سریال ونزدی همه چیز عجیبتر از این چیزی که هست بشه. لایک و سابسکرایب هم یادت نره تا لحظه های بعدی و فصل دوم سریال ونزدی رو با هم دیگه ببینیم.